این ویدیو ریاکشن بچه ها به اسباب بازی جدیدشونه. اینجا مخمل اومد بود بغلم که داشت میگفت بابا ببین من چقدر مگوشم، منو دوست داری؟ نگاه کن. بغلیت میخوابم و نگاه کن. خستم، اسباب بازی ندارم. بابا تو به من توجه کن. منم رفتم و براشون یه دونه اسباب بازی خریدم. اینجا وقتی که آوردمش مخمل اومد دید که پره، عاشق پره، تمام دیریم کچرامو نابود کرده. گفت که خب بذار ببینم اینم کنده میشه. یه خورده باش بازی کرد، این ور اون ور کرد، خودش این ور اون ور رفت. بعد یه دفعه بعد اینکه یه خورده گازش گرفت گفت خب من خستم، برم پیش بابام یه خورده نوازشم کنه. اینجا هم سمت من بابا نوازشم کنه، زود باش من نوازش میخوام. ما یه خورده نوازشش کردیم، سر و کلهشو مالیدیم، دوباره شروع کرد. اومد اینجا خودشو کش آورد، رفت که دوباره شروع کنه. یه خورده باش بازی کرد، گازش گرفت ور رفت. من یه چند ثانیه حواسم بهشون نبود که دارن چی کار میکنن. بله این از بغلم ازش فیلم گرفتم. اومده کلی داشتن عشق میکردن، کلی خوشحال بودن. خودم هم خیلی حالم خوب بود. دوباره اومد انرژی از من گرفت، مالیدمش. خب شما در جریان این که مخمل ورزشکار، زود خسته میشه. بچه 8 کیلو 700 گرمه، سری خسته میشه. بعد باید بیاد که من نوازشش کنم. اینجا رفت پیش آشیل، بدبخت پاشو بیا اسباب بازی آوردم. نمیخوام. میگم بیا بابا برات اسباب بازی آورده. میگم نمیخوام. بیا تو آشیل بیا. نگاه کن اونجاست، نگاه. بودو تا بریم. داشت آشیل راضی میکرد که بیاد بازی کنه. آشیل هم من نگاه کرد گفت برم. منم گفتم برو بابا یه خورده باش بازی کن. همین که چشمم افتاد دیدم که بله مخمل این پره رو کنده، داره آشیل رو میبره که خودش از صحنه جرم دور کنه. آشیل زبون بستم که اصلا در جریان نبود قضیه از چه قراره. نگاه کن این داشت برای خودش بازیشو میکرد. مخملم بعد اینکه اینو برد رفت نشست یه گوشه‌ای که بابا من اصلا کاری ندارم، نگاش کن آشیل اینو خراب کرده، به من چه. آشیل زبون بستم داشت بازی میکرد دیگه. هیچ فکر نمی کنم 5 دقیقه شد که کلن تونستن از این اسباب بازیشون استفاده کنن. منم گذاشتم گفتم اشغال کنن دیگه. بچه ها باید راضی باشن و دوست داشته باشن، من که کاری ندارم باهاشون. آشیل اینجا کلی داشت دنبالش میگشت. خب بابا این توپه که گرفتی چرا در نمیاد؟ من گاز بگیرم اینو درارم. دنبالش میکرد این ور اون ور. بچه هاش کردن، خیلی لذت بردن، خیلی خوشحال شدم. دوستان خواستم بهتون بازم یادآوری کنم که ما این سفر رو باز کردیم فقط برای حمایت از حیوانات بی سرپرست. ما قراره یه تیم تشکیل بدیم که یه دامپزشک داشته باشیم. چند تا از دوستامون برن دنبال کیسای امدادی. همچنان خیلی کوچیک‌تر داریم این کارا رو انجام میدیم با یه سری از هزینه‌های شخصی و دوستایی که کمک میکنن. اما خب دوست داریم که کارمون رو خیلی بیشتر گسترش بدیم. شما مگه دوست دارین که به نوبه خودتون یه کمکی کرده باشین به حیوانات بی سرپرست، مخصوصا اینایی که مورد صدمه قرار گرفتن؟ ممنون میشم که صفحه ما رو به دوستاتون معرفی کنین که هم ویدیوهای جذاب و بانمک از بچه ها رو ببینین، هم به نوبه خودتون یه کمکی کرده باشین به حیوانات بی سرپرست. این لحظه میبینین که مخمل گناه خودش انداخت کردن آشیل و اینجا داره ازش تشکر میکنه. چقدر بچه خوب دوست داشتنی هستن. ممنون که زمان گذاشتین و ویدیو ما رو دیدین. روزگار بکام.